روزی پیامبر علیه السلام در گرمی سوزان در بازار مکه رد می شد. پیرزنی را دید که بار سنگینی بر دوش دارد که از بردن آن عاجز و ناتوان هست و با بسیار سختی قدم بر می دارد. پیامبر علیه السلام وقتی که این صحنه را می بیند نزدیک می آید و با بسیار مهربانی می گوید مادر جان کمک نمی خواهی؟ میگه چه کسی با پیرزنها کمک میکنه؟ پیامبر علیه السلام فرمود اجازه بده من بار شما را تا خانه تان برسانم. زن تعجب کرد اما پذیرفت. پیامبر علیه السلام بار را برداشت و حرکت کرد. در مسیر راه پیرزن به پیامبر علیه السلام گفت ای جوان خیلی تشکر از کمک و همکاری و همدردیت و چون که تو یک جوان بسیار با اخلاق با احساس مهربان و دلسوز هستی من یک نصیحتی به تو دارم با گوش دل بشنو. پیامبر علیه السلام فرمود بفرما مادر جان میشنوم. گفت در این شهر کسی پیدا شده که دعوای پیامبری داره. او محمد نام داره و یک ساحر و جادوگر بسیار خطرناک و حرفه‌ای است که میخواهد جوانان پاکدل همچون تو را گمراه کنه و از دین نیاکان و بابا و اجدادشان برگردانه. شاید روزی تو هم با او سر بخوری. متوجه باش پسرم که فریب حرفهایش را نخوری. پیامبر علیه السلام با شنیدن این حرفها فقط سکوت کرد. وقتی که بار را تا خانه اش رساند در هنگام خداحافظی پیرزن وقتی که احساس و اخلاق و مهربانی و دلسوزی و شفقت پیامبر علیه السلام را میبیند تعجب میکنه که چگونه یک جوان خوش‌سیما و خوشقامتی در این بازاری پر از هیاهویی که همه مشغول و مصروف خود هستند کارهای خود را تعطیل میکنه و به کمک یک پیرزن میشتابه، به کمک یک پیرزن میرسه. زن تعجب میکند و میپرسد ای جوان نامت چیست تا دعایت کنم؟ پیامبر علیه السلام لحظه سکوت میکند و میفرماید مادر جان من همان جوان محمد هستم که تو در راه در موردش صحبت میکردی. زن با شنیدن این حرفها لحظه مات و مبهوت ماند و با چشمان پر از اشک گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک یا محمد رسول الله. سبحان الله.